توی این ارائه من میخوام اینو توضیح بدم که این قطعنامه که شورای حکام صادر کرده آیا ربطی به تغییر دکترین هسته ایران داشته یا اینکه نه عکس اینه. تو صفحه دوم توی بند پی اشاره میکنه به اظهار نظرهای عمومی مقامات ایرانی. تو اون اظهار نظرها گفتن که هم توان ساخت بمب اتمی داریم و همین که ممکنه در دکترین هسته ایران تجدید نظر بکنیم. ریسرچ بریفینگیه که در 24 آوریل 2024 منتشر شده. اسنپ بک تمام تحریم ها به عنوان یه آپشن وجود داره. یکی از دلایلی که ما روی این موضوع اصرار داریم اینه که اون زمان گریز هسته‌ای که حالا برای ساخت بمب هست به 0 رسیده. حالا نکته اینجاست که این کاری که اروپایی‌ها دارن میکنن مستقله، یعنی آمریکایی‌ها هیچ نقشی ندارن، یا اینکه نه این اقدام هم هماهنگ شده با آمریکایی هاست. توی این مقاله فارین پالیسی یه نقل قولی از ایشون هست، میگه که قبلا ما اجازه داشتیم راجع به مباحث بحث بکنیم، یعنی به شکل باتوم اپ موضوعات هم بحث میشد، از تاپ داون یعنی از بالا به پایین و پایین به بالا، بالاخره یه بالانسی بین اینا برقرار بود. این بالانس به هم خورده و به ما میگن که از بالا گفتن فلان چیز باید بشود و باید بشود. ایشون یک کتاب کمتر شناخته شده ای داره، همون که گفتم که میشه گفت سیاست گذاری به روش از بالا به پایین. میگه که فرمیشن یا تشکیل میشه گفت حوزه سیاست به شکل غیر رسمی در میشه گفت هیئت مدیره شرکت‌های بزرگ اتفاق میفته. این مذاکراتی که بین ما و آمریکایی‌ها بوده، ما پالیسی پارادایم روشنی نداشتیم و این نقطه ضعف ما بوده و این باعث میشه که طرف مقابل به تدریج میاد سوارمون بشه. بعضی اینجاست که وقتی شما پالیسی پارادایم ندارید، ابزارهای سلبی به شما کمک میکنن. بهترینش همین تهدید دکترین تغییر دکترین هسته‌ایه. ما از این اهرم فشار حداقل میتونیم استفاده کنیم برای کنترل رفتار آمریکایی‌ها در مذاکرات پیچیده‌ای که با اونها در پیش داریم و داریم انجام میدیم.